خداوند مهربان و خیرخواه و دلسوز من را که وقتی نامش میبریم و میگوییم الله، هم عظمت و بزرگی و کبریا و جلال خداوند و هیبت خداوند بر ما مسلط می شود و هم امید به رحمت خدا و سعادت و خوشبختی، چون که یقین داریم اون الله ما را به بندگی پذیرفته و نظارگر و شاهد و ناظر و زندگی ماست و زندگی بندگانش برای او بی نهایت بی نهایت بی نهایت مهم است. اگر دنیا با تمام هستیش نابود بشود، برای خداوند چیزی ارزش ندارد. اما وقتی بنده از بندگانش میلنگد، به زمین میخورد، خداوند کل موجوداتش رو بسیج میکند که اونو از روی زمین جمعش کنند، بلندش کنند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. همه برای تو و تو برای اون. قیمت ما و شما به این است که من و تو عبد خدا هستیم، بنده خدا هستیم. من و تو راضی نباشیم که کسی برای من و تو غیر از خدا قیمت بذارد. در هر پست و مقامی که باشد اجازه ندید که غیر از خدا برای من و تو قیمت بذارد و دلت خوش باشه به این قیمتی که بندی بر تو گذاشته، چون اون بنده میمیرد، اما خداوند حی قیوم است، لایزال است. دلت به قیمتی که یک فناپذیر بر تو گذاشته، نرخ برای تو تعیین کرده، خوش نباشد، ولی دلت به این خطاب خوش باشد: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دلت به این خوش باشد که خداوند به تو میگه ای صاحب نفس مطمئنه، ای بنده مطیع من، ادخلی فی عبادی، ارجع الی ربک راضیة مرضیه، بر بگرد به سوی رب خودت در حالی که تو از خدا خوشنودی و خدا هم از تو خوشنوده. چقدر زیباست که من و تو لیاقت پیدا بکنیم که این خطاب خداوند متوجه من و تو باشد، نه یک چراغ سبزی که یک شخص ضعیفی که خودش آویزون به گناهش، به ظلمش، به ستمش، برای من و تو یه چراغ سبزی بده، دلمون خوش باشه، بین بندگان خدا جس بگیریم، گردن کلفتی بکنیم، فکر بکنیم که تکیهگاهمون خداست. این خدای باطل و ساختگی است که در نظر تو جلوه پیدا کرده، چون دل تو کوره، محلی برای خدا در دل تو نیست. در نتیجه دلت به یک سندی
باطل شده خودش خوشه، تکیهگاهی که زیرش خالی شده هر لحظه احتمال داره برات سقوط بکنه. ننگ بر انسانهایی که طوق بندگی خدا را از گردن در آوردن و ترس غیر از خدا بر دلشون مسلط شده و عشق غیر خدا بر دلشون مسلط شده. شاد میشن وقتی یک ظالمی بهشون لبخند میزنه. ننگ بر اون بندگان باد که بندگان خدا را بترسونن با بندگان ظالمی که زیر پاشون خالی شده. آیا نمی ترسن که روسیاه دنیا و آخرت بشن و نظر خدا از اونها بربگرده؟ امروز دیگه تو مجالس و عروسی ها صحبت از غیر بندگی خدا و صحبت از غیر جهاد معنی ندارد. روزی که جهان اسلام و جامعه انسانی و اسلامی همه بیدار شدن، روزی که جوانایی با هزارها آرزو و امید که یکی از آرزوهای خانوادگی و جوانان ازدواج است، این آرزو رو میگذارد، سینه را باز میکند، قلبش که محل توحید و یگانگی و یکتاپرستی خداست آغوشش رو باز میکند، به دشمن میگه اینجا نشانه بگیر. اگر فکر میکنید با شلیک این گلوله منو از پا در بیاورید، تاریخ نشون داده که خوبی در دنیا پیروز است، پاکی در دنیا پیروز است، سلامتی در دنیا پیروز است، طهارت و عفت در دنیا پیروز است، علم و دانش در دنیا پیروز است، عشق و محبت در دنیا پیروز است، توحید و ایمان در دنیا پیروز است، اخلاق و اصالت در دنیا پیروز است، خیر و خوبی و ارزش ها در دنیا پیروز است. اگر شر احساس گردن کلفتی و تکتاز بودن میدان می کند، چون خیر از میدان غایب شده. اما وقتی این آیه تحقق پیدا می کند، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا می شود. بگو حق آمد، باطل متواری شد. به تأکید که باطل نابود شدنی است. عزیزان سروران، امروز همه جلسات دینی، همه برنامه‌های دینی، همه بینندگان شبکه‌های دینی و ایمانی و عقیدتی و اخلاقی، همه مراسم‌های خوب، همه برنامه‌های رمضانی امروز استقبال کنندگان از این برنامه‌ها قشر جوان است. چقدر ما باید شکر آمدن این جوانان به راه خدا بکنیم. اگر قرار باشد برای آمدن هر کدومشون یک شکر بکنیم، سجده شکر، باید نماز فرض 5 وقت رو کنار بگذاریم، دیگه فرصت کارهای دیگر نیست. جوانی از کردستان مهاباد امروز با هم تماس گرفت، گفت شیخ روی ما حساب بکنید در راه خدا، ما اون گوشه هستیم، شما رو ندیدیم، شما ما رو ندیدید، اما ما سربازان بدون مرخصی راه خدا هستیم.
تلفن چقدر نعمت بزرگی است. ارتباطات، میشه با عزیزان صحبت. چقدر مسیج فرستاده برای من از ظهر که من جواب تلفنش دادم، چه مسیج های خوب، پیام های خوب. هم چشم ما را فعال کرد و هم گوش ما را. من بیشتر زبانم فعاله. دیشب رفتم مسن، عروسی یکی از دوستانمون بود، آج احمد. چند سال در سورو همسایه ما بود، از مسنه. وقتی رفتم اونجا شیخ بخشایش صحبت میکرد. بس شیخ گفت ببخشید من متوجه نشدم شما آمدی. گفتم نه جناب شیخ، شما دوتا گوش منم امشب فعال کردید. همه اعضا باید فعال باشن در راه خدا، در خدمت به خلق خدا. امشب سروران من، اساتید من در سوزا هستن. 11 تا جوان با هم قول دادن اونجا برنامه تمام بشه، سریع بیان اینجا. شیخ صالح انصاری، شیخ عبدالله منصوری، شیخ سید حیدر کاملی و دیگر دوستانی که شما دوستشون دارید و من دوست دارم که شما علماتون همه بشناسید، خدمتگزارانتون همه بشناسیدشون، همونطوری که شیخ زیایی رو میشناختید. نه اینکه یک نفر، 2 نفر، 3 نفرشون رو بشناسید. اخبار این بیداری رو در رسانه ها دنبال بکنید. بزرگترین ویژگی انسانهای نرمال آموختن و آموزشه. متفکران گفتن که انسانهای متعادل و نرمال 14 تا ویژگی دارن. مهمترین ویژگی انسانهای نرمال این که در همه مراحل زندگیشون و در همه زمینه‌ها و میادین زندگیشون، حتی در تجارتشون، حتی در نحوه تفریح کردنشون، حتی در کارهای هنریشون، همیشه در حال آموختن و آموزش هست. یعنی محبت دو طرفه است. از یه عده آموزش میبینن و به یه عده آموزش میدن. محبت دو طرفه است، نه اینکه فقط میخواد بگیره، مستفید باشه، مفیدم هست. اینها انسانهای متعادل هستن، نرمالن، میشه روشون حساب کرد. کسی که یک روز یعنی 24 ساعت یعنی 86,400 ثانیه برش میگذرد یک جمله مفید آموزش نمیبیند، اون انسان نرمال نیست، اون انسان متعادل نیست. اون از نرمال شدن و متعادل شدن خارج شده و به مرور زمان وقتی که این ثانیه ها جمع میشه و فایده‌ای توش نداره و استفاده‌ای نمیبره و فایده‌ای نمیرساند، به مرور زمان حذف میشود، محو میشود. خدا نکنه قبل از این که ملک الموت ما به سراغ ما بیاید ما مرده باشیم. میگن مرگ قبل از حضور عزرائیل اون مرگ نافرجامی است، اون مرگ خوبی نیست. خیلی ها قبل از این که عزرائیل بیاد سراغشون قبض روح شدن، حسشون و وجودشون بمباران منفی شده. مردگان متحرکن، بی خاصیت، بی فایده، بی هنر، پوچ، بی محتوا، به اندازه سنگ تو کوچه هم ارزش ندارد، از اونم کمتره. اگر کسی 2 پا معلول باشد و 2 دست فلج باشد و نابینا باشد و ناشنوا باشد، نتونه کاری انجام بده مفید بشه،
عذری به درگاه خدا و عذری پیش بندگان خدا و دوستان و هم نوعان دارد که بهشون بگه معذرت میخوام، من میخوام یه خدمتی به شما بکنم ولی نه دو پا دارم که بیام به طرف شما، نه دو دست دارم که چیزی بدم و نه زبان دارم که چیزی بگم و نه چشمی دارم که ببینم. کدوم یکی حالش بدتره؟ یا اونی که هم دو چشم داره، هم دو گوش داره، هم زبان و بیان داره، هم عقل و شعور داره، هم دست داره، هم پا داره، هم امکانات داره ولی نمیتونه خدمت بکنه؟ کدوم یکی باید بهشون ترحم کرد؟ این دومی بیچاره بدبخت، این همه استعداد و امکانات، عاجز شده که نمیتونه سنگی رو از اینجا بلند بکنه، نمیتونه یک لیوان آب بریزه. بفرمایید من بنگالی فقیر در مکه دیدم که شاید به سختی آمده به حج یا به عمره، تو مسجد پیامبر و تو مسجد الحرام دیدم بنگالی، پاکستانی، سیاه‌پوست زنگی آفریقایی، آثار فقر بر چهرهشون نمایان بود، اما یه چوبی، یک سینی خریده، چند تا لیوان توش گذاشته، آب زمزم پر کرده، تو صف میچرخه، کسی تشنه نیست. مردم دارن قرآن میخورن، شاید اگر جا به جا بشن کسی جاشو میگیره، شما تشنه نیستید، یه لیوان بلند میکنه آب میخوره. شما تشنه نیستید، همچون که نشسته یه تشکر ازش میکنن، لبخند میزنه، زبونشون هم نمیفهمه. گر در یمنی چوبا منی پیش منی، ور پیش منی چوبی منی در یمنی، من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. خدمت به خلق خدا زبان نمیخواد. عشق و محبت ترجمه نمیخواد. تو میتونی اون فقیر و سیاه پوست زنگی آفریقایی رو دوست بداری بدون اینکه زبانش بفهمی، بدون اینکه زبانش بفهمی. به وجد بیای وقتی که میبیندش و اون میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. علما نقل میکنن بزرگان که یک بنده شاکری دو پا نداشت، دو تا دست از بازو نداشت، نابینا، فقط یه زبانش فعال بود، یه تکه گوش روی فرش افتاده بود، همیشه ازش شنیده میشد، یه تکه گوش، پا نبود، دست نبود، بینایی نبود، این زبانش فعال بود، این زبانش نبض قلبش بود. ازش شنیده میشد که اینطوری میگفت با ربش رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي علیه، خدایا به من توفیق بده تا شکر نعمتهای تو رو بر خودم به جا بیاورم. تو چی داری که شکر بکنی؟ نه پا داری، نه دست داری، نه چشم داری، یه تکه گوشت افتادی. نباید خجالت بکشی؟ همه چی داری. اگه کسی از من سوال کرد چی داری؟ چته؟ هیچی نداریم. خدا از حال دلمون بدونه، هیچی نداریم. هیچی نداری؟ مگه میشه هیچی نداشته باشی؟ شاید منظورت از هیچی نداریم حساب بانکیه. شما فکر میکنی همون سرمایه است؟ هیچی نداریم. داره که هیچی نداری یعنی چی؟ یعنی شکر نکنید؟ دست ندارید؟ پا ندارید؟ قلب ندارید؟ فکر ندارید؟ شعور ندارید؟ بیان ندارید؟ چشم ندارید؟ گوش ندارید؟
من یه نفر رو ملاقات کردم که این فنر چشمش از کار افتاده بود. همراه یه نفر بود، اینطوری چشمش گرفت، گفت شیخ سلام. تا ولش کرد افتاد رو چشمش، نمیبینه، فنرش از کار افتاده بود. سبحان الله. دوست داری فنر چشمت از کار بیفته؟ چشم داره کار میکنه، دیگه چیزی نداریم. تا مردم بدونن که اگر کسی میتونست مانع مرگ بشه پزشکان بودن، پس پزشکان هم نمیتونن جلو مرگ بگیرن. و همه بدونن که من اسکندر مقدونی هستم، حالا که دارم میرم ناکن دستام خالیه، دنیا مال من بوده ولی با دست خالی دارم میرم. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. آخر سوره نبأ. سوره نبأ درباره قیامت صحبت میکنه. خداوند میزانو میگذاره، ترازوی عدالت، اونجا پل صراط هم میذاره. اول جهنم، بعد بهشته. یعنی بهشت بعد از جهنمه. اونایی که بهشتی هن از روی جهنم باید برن، جلوشون بله اول اینه. اونایی که بهشتی هن رد میشن از روی این پل. میزان میذاره. وجوه یومئذ ناظره. صورت‌های سفید درخشانه. ناظره با داده، نه با وا. ناظره. ندارت یعنی بشاشیت، درخشندگی. میدونی چرا وجوه یومئذ ناظره؟ چرا بعضی صورت‌ها می‌درخشه؟ الی ربها ناظره. این درخشندگی نور خداوندی است که منعکس شده بر صورتش، چون خدا اجازه داده که بهش نگاه بکنه. بعضی موقع مشتاقانه منتظر دوستی هستی که ببیندش. شما منتظر نیستی که روز قیامت الله رو ببینید، پرده رو بلند بکنه بگه محمد، احمد، علی، محمود، بنده من، بیا جلوتر، من همون رب تو هستم، بیا نگاه کن. اون موقع دیگه قیمت بهشتم پایین میاد. اون موقع بهشت رو فراموش میکنید. دوست نداری خدا صدات بزنه؟ بیا جلوتر، بیا این پرده رو برداشتم. چشمی که نگاه به حرام میکنه کور میشه. من تو نمیتونیم این پروژکتور رو ببینیم چند دقیقه نور چشممون، ولی این نور چشم از بین نمیبره. اون سهم ابلیس نور از چشم ما میگیره. خلایق میان، خداوند ترازو گذاشته، یه دی خوبی ها بر بدی هاشون افزایش پیدا میکنه، دروازه میگن از روی پل صراط رد میشید، مثل برق رد میشن. این پل هم باریکه هم تاریکه، قعرش هم جهنمه. هم باریکه هم تاریکه. دیدی بعضی سیرک ها نشون میدن که اونهایی که طناب بازی میکنن، رو بند بازی میکنن، یه طناب باریکی از این طرف خیمه به اون طرف خیمه از روی اون طناب رد میشه. دوتا چوب هم دستشه برای تعادلش. تمرین کرده چطور رد بشه.
تمرین خوبی بکنیم. این تعادل انسان بر پل سراته. بدی که هنر نمیخواد. میخوای من بد بشم؟ الان چقدر منو دوست داری؟ من شما هم دوست دارم. کافیه که به جای این حرفا یه حرف زشت به شما بزنم، همه تون بلند میشید. نه تنها پشت نمی کنید، توف میندازید صورت هم پشت میکنید. پس بدی بده. بدی آدم منزوی میکنه. اول خدا روش برمیگردونه. انسان منزوی کسی است که خدا، دوم فرشتگان. تعداد فرشتگان میدونید؟ خداوند یک کعبه‌ای داره، در هر آسمان یک خانه هست برای طواف ملائکه ها. بیت العزا، بیت المعمور. روزانه 70,000 ملائکه میاد بیت المعمور طواف میکنه، دیگه بر نمیگرده، پخش میشن. از زمانی که خداوند آسمان و بیت المعمور رو آفریده. و ما یعلم جنود ربک الا هو. کسی لشکریان خداوند و رب تو نمیشناسد مگر خودش. روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحابه گفت اطت السما، آسمان لرزید و حق داره که بلرزه. هر موضع یک وجب یا یک ذراع یا یک قدم یک ملائکه یا ساجد یا راکع. اینا همه فش میکنن به تو، رو بر میگردونن، شیاطین رو بد میکنن. آیا میتونی پوز بدید فلانی دوستشون معتاده؟ میتونی پوز بدید؟ جست بگیرید من دوستم اوه یا معتاده. دوستت معتاده؟ ولی من امشب سعادتمندم که نمردم. یکی از شاگردامو دیدم مدارج عالی علمی رو طی میکنه و این توفیق رو پیدا کردم که در عروسیش شرکت بکنم. سید عبدالباعث صفاری یکی از شاگردان خوب بنده بوده. امروز مرحله فوق لیسانس الهیات داره میخونه. شاید بعضی میدونید که ایشون 4 سال پیش پدرشونو به خدا سپردن، به رحمت خدا رفت. بعضی فکر میکنن حتما باید پدر رو سر آدم باشه. مادر بزرگم وقتی سرش رو بالش میگذاشت و مادر بزرگای شما همه تا سرشون رو شب رو بالش میگذاشتن میگفتن خدایا نظرت تو بر نگردد. خدا اگر بالا سر آدم نباشه پدر باشه. من میلیاردرها رو میشناسم که بچه هاشون همه معتاد و شرابخوار و عیاش و دربدر و بیچاره و بدنام و بی آبرو هستن. میلیاردرها رو. و یا ممنوع سفرن یا فراری هن، چکاشون همه برگه خورده. ایتامی رو میشناسم که دکتراشون گرفتن پروفسور شدن، سایه پدر رو سرشون نبود، اما گفتن آمنت بالله ربا. مدیریت زندگیشون زمانی که پدرشون در حیات بود گفتن خدایا تو زندگی ما فرزندان ما را مدیریت کن. اصلا من خودم و فرزندان و خانواده رو به تو سپردم که تو مدیریت زندگی منو بکنی. این معنی آمنت بالله ربنه. بسم الله توکلت علی الله یعنی این، یعنی خدایا بر تو توکل میکنم، تو منو تحویل بگیری. میدونی فرق بین موفق شدن، خوشبخت شدن و بدبخت شدن چیه؟ فرقش میدونی چیه؟ خواستن و نخواستن. یه نفر خواسته، یه نفر نخواسته.
فرهنگ خواستن و نخواستن داشته باشیم. به بچه هامون از کودکی یادشون بدیم که کجا بگن بله و به چی بگن بله و به کی بگن بله و کجا بگن نه و 100 تا نه و به چی بگن نه و 100 تا نه و به کی بگن نه و 100 تا نه. این فرهنگ رو یاد بچه هامون بدیم. جهنمیان هم اونهایی که بدیشون از خوبیهاشون بیشتر شده میرن به جهنم. حالا میمونن یک گروه دیگر، گروه سوم، کسانی که خوبی و بدیشون مساوی همه، به اندازه همه. نه خوبیشون زیاده که برن به طرف بهشت، نه بدیشون زیاده که برن به طرف جهنم. وسط گیر کرده. اینا بلا تکلیفن. اینا بهشون میگن اصحاب الاعراف. وسط گیر کردن. یک حسنه رو دست کم نگیرید. یه انتخابات میشه تو روستای شما، 2 نفر تو شورا رقابت میکنن. یه مادر پیری دارید، اصلا مادر نه، یه نفر حوصله نداره، از مسافرت آماده، خسته‌ش میخواد بخوابه، میگه حالا من 1 نفر نرفتم رای بدم چی میشه؟ خودش توجیه میکنه، میخوابه، نمیره رای بده. صبح که نتایج شمرده میشه که اون طرفی که دوست نداشت با 1 رای برنده شده. اون 1 رای الان کیه؟ کوتاهیه خودشه. درسته؟ میدونی که با 1 رای برنده. خودتو به این حال ننداز که روز قیامت میتونستید 1 حسنه به حسنات بیافزایی، گفتی حالا این کوچکه، این ولش کن، این یکی رو انجام نمیدم. فردا رفت اونجا حساب کردن مساویه، یکی فقط کم دارید. اگه یکی اضافه داشتید میرفتید اون طرف دست راست، یکی کم آوردید، اونجا دیگه فایده نداره. سوال بعدی، اینایی که خوبی هاشون و بدی هاشون به اندازه همه، نمیتونن به بهشت برن، نمیتونن به جهنم، نگاهشون به کدوم طرفه؟ دلشون به کدوم طرف میچربه؟ نگاهشون به طرف اهل بهشت که چطوری دارن میرن، مظلومانه ایستادن. حالا خدایا نمیشه ما بگید برید همراه اینا، ولی نگاهشون به اوناست. حالا میمونه حیوانات. همه حیواناتی که در دنیا گاو به یک گاوی شاخ زده، حیوانی رو در ریده، اینا میان جلو چشم کافر، قصاص ازشون گرفته میشه، بعد خداوند میگه کونو ترابن، همه تون تبدیل به خاک میشید. حسابشون که تصفیه شد، خداوند اونها رو به خاک میکنه. کافر داره نگاه میکنه. حالا این حیوانات که قصاص ازشون گرفته شد به خاک شدن، من چه کار کنم؟ اینجاست که سرشو میگیره، فریاد میزنه یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من مثل این حیوانات تبدیل به خاک میشدم که تمام میشدم. ولی تمامی نیست. حالا بدبختی شروع شده. بل فرض که یه نفر بگه کی از اون دنیا برگشته، تصور بکن آخرت واقعیته. اونجا زندگی ابدی و سرمدی پایان ندارد. زندگی دنیا 100 ساله. عکسشو تصور بکن. تو یکی از اون دنیا برگشته که من دلمو کور بکنم، خودمو پیر بکنم،
عیشونوش نکنم، کیف دنیا نقد و نگیرم، اون نصیحه هایی که این ملاها به ما وعده میدن. ولی انسان عاقل این سوالم برای خودش مطرح میکنه، میگه اگر اون دنیای وجود دارد که خوشش سرمدی است، اون موقع چی میشه؟ من بیام 1000 سال، 100,000 سال، میلیون سال بیام فدای 100 سال بکنم؟ آیا کسانی که از خدا 100 سال عمر گرفتن هر 100 سال کیف کردن، عیش و نوش کردن؟ چهار نفر باید راز نگهدار باشه. اگر این 4 نفر رازها رو فاش میکردن میدونستیم که چند درصد عیش و نوششون 100 سال کامله. یکی پزشکان باید راز و نگه بدارن. اگر پزشکان اسرار انسانها رو فاش کنن، شما فکر میکنید همین 2 قطره شهوت خوشی دنیاست؟ شما فکر میکنید همین 100 سال خوشی دنیاست؟ یعنی حکومت داری؟ وقتی که جنازه سرهنگ قذافی رو تو شبکه ها نشون دادن، میگن که حسنی مبارک وقتی که جنازه تکه تکه پاره شده قذافی که خودشو خدا میدونست و بارهای متعدد همین قذافی از پیامبر مسخره میکرد، میگفت این رسول صحراست. وقتی که انقلابی ها گرفتنش، میدونی چی گفته بهشون؟ یا اولادی، یا اولادی، یا ابنایی، یا اولادی، من جای پدرتونم، اولادم، فرزندانم، منو نکشید، من جای پدرتونم. الان شدن اولادی یا ابنایی. انا ابوکم، انا ابوکم، من پدر شما. مگر تو نبودی که تا دیروز میگفتی که اگر ننشینید من شما رو به خاک خود میکشونم؟ مگر پدر فرزندشو میکشه؟ خود لیبی شاید 15 تا 20 درصد نفت اروپا یا کمتر تولید میکرده، تأمین میکرده. نفت لیبی مرغوب ترین نفت دنیاست. 4,500,000 نفر جمعیتشه دنیای نفت. 5 میلیون نفر از کشورهای دیگه تو کشور لیبی کار میکنن، روزی میخورن اونجا. تو پدری؟ انا ابوکم، اولادی، اولادی، ارحمونی، ارحمونی، به من رحم کنی، نکشید، اولادی، انتم اولادی، انا ابوکم. واقعا یک حاکم عادل پدر همه مردمه و یک عالم مخلص ربانی پدر همه جواناست و مردمه، رعیتش هم. میگن حسنی مبارک وقتی که جنازه تکه پاره شده قذافی رو دید رفت تو کما. این همون العقید سرهنگ معمر القذافی بلا منازع، این همونه فرمان روای بلا منازع آفریقا، رهبر کل آفریقا، این همونه، این همونه. حسنی مبارک مصر فرمان روای کل عربه. مصر برای عرب ها حرف اول میزنه. کسی فکر میکرد گاز مصر رو با 1/3 قیمت به اسرائیل میداده؟ همین حسنی مبارک 80 میلیارد دلار دزدیده.
میتونست مصر رو طلا بکنه. مصر، همین اهرام مصر، همین توریستایی که میرن اونجا کافیه برای درآمد مصر، تا چه برسد به گازش. ولی یکی از فقیرترین کشورها مصره. مصر کانال سوئیس در اختیارشه. کسی فکر میکرد شرم الشیخ شنیدید جوانا؟ شرم الشیخ شنیدید؟ یه منطقه است اونجا، قصر سلطنتی اونجاست. رؤسا و ملوک و شخصیت های کشورها وقتی میان میرن تو قصر سلطنتی تو شرم الشیخ، اونجا از مهماناش استقبال میکنه. وقتی که گرفتنش، خودش و خانوادهش محاکمش میکردن، مریض شد، تو کما رفت، بردنش تو شرم الشیخ، همونجا که مردم میدویدن که برن در قصرش، همونجا مردم رفتن تظاهرات کردن، تحسن کردن در قصر تو شرم الشیخ که این طاغوت رو از اینجا ببرید تو یک بیمارستانی، تو یک اردوگاه نظامی، از تو شهر ما ببرید، این طاغوت اینجا تو قصر نمونه، اینجا تو بیمارستان شرم الشیخ نباشه، این رو ببرید. کجاست 80 میلیارد دلار؟ کجاست اون مدال ها؟ حسنی مبارک یک حاکم نظامی بوده، آمده رو کار، جنرال بوده. کجاست اون مدال ها و اون ستاره ها؟ خودشو به مشمردگی زده که من مریضم، چون مردم مصر خیلی عاطفی هن. گفته منو خوابیده رو تخت بذارید و برید تو دادگاه. پشت همون میله هایی که خالد اسلامبولی و سید قطب شهید و امثالهم اونجا پشت اون سیخ ها و میله ها اونها رو محاکمه میکردن، علما رو تحقیر میکردن. نمردیم و جوانای امروز دیدن که طاغوت ترین حاکم کشور عربی و مسلمان پشت همون میله ها خودش و دوتا پسراش ایستادن. یه قرآن هم پسرش دستش گرفته. داستان زینب غزالی رو شنیدید؟ حاجی زینب شنیدید؟ تنها زن مفسر قرآن در عصر معاصر در داستانهاش می نویسد که محکوم به زندان مصر شدم. یک پیرزن مفسر قرآن میگه منو بردن به زندانهای مصر، تو سلول نشسته بودم، معذرت میخوام جای مادرمونه. میگه دستشویی بهم فشار آورد. دستشویی، وقتی دستشویی به آدم فشار میاره چطوری؟ میگه شکمم گرفتم، صبر کردم، رو به این نگهبان نزدم، خیلی بهم فشار آورد، رفتم پشت اون پنجره در زدم. یک جوان مسلمان مصری که جای نوه من بود، میگه استاده بود مسئوله، میگه آمد، گفتم یبنی پسرم، من نیاز به دستشویی دارم، میخوام برم قضای حاجت بکنم. میگه جای نوه من بود، گفتم یبنی. گفت به یه شرط. گفتم شرط چیه مادرم؟ گفت این که در باز کنم تو بری تو دستشویی، وقت نشستی برای قضای حاجت در باز باشه، من بیستم نگات کنم. میگه خجالت کشیدم، برگشتم به سلول، گفتم نمیخوام قضای حاجت بکنم، شکممو گرفتم. ما خوشحال نیستیم کسی رو بکشه. در توبه بازه. همون ظالم هم شاید یه روزی متوجه بشه. کاش که ظالمین درس میگرفتن. اینا هم برادرای ما هستن. یکی بعد از دیگری عاقبت ظالمین و فاسدین و مفسدین رو میبینید. استوار بمونید. اگر حیا
سکوتی باقی موند. بیداری اسلامی. دیشب آقای بخشایش میگفت در فرانسه نزدیک به 7500 تا مسجد است. اسلام اونجا غوغا داره میکنه. این کتاب رو حتما جوانا بخونن، از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. نحوه اسلام بیش از 100 هنرپیشه مشهور دنیا، ورزشکار مشهور دنیا، پدر اسنوکر جهان، خواننده های مشهور دنیا، کات استیفنز، یوسف اسلام، جاردن جکسون، کشیش های دنیا، سرمایه‌دارای دنیا، روژ ژارودی، بزرگترین فلسفه‌دان فرانسه، داستان بیش از 100 تا از اینها که چطوری مسلمان شدن تو این کتاب، از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. حتما جوانا بخونن، به اسلامتون افتخار بکنید، بگیرید با چنگ دندان. امروز با چند تا از دوستان ظهر رفتیم تو بازار درگاهان، رفتم نماز ظهر تو مسجد بازار، فوج جوانا می آمدن نماز می خوندن می رفتن. چه جوانایی؟ بعضی یقشون باز بود، گردنبند طلا گردنشون بود، بعضی انگشتر طلا دستشون بود، بعضی ریششون لنگری بود، بعضی لباسشون تیپشون، ولی هنوز ایمان اونجا غلغله داره میکنه. با همه این شکل لباسی که پوشیده تو صف ایستاده، وضو گرفته آمده، کسی بهش نگفته اینجا خانواده‌اش نیست، از جاهای دیگه هستن، مجردی هستن. بازار این شلوغه و مملو از فتنه، اما این جوان الله اکبر، آثار وضو، قطره های وضو از سر انگشتاش داره میشه که الله اکبر. ما تقریبا 10 دقیقه تو بازار، در بازار، از مهاجر افغان گرفته تا کرد گرفته تا بلوچ گرفته تا شهرستانی ها گرفته. شیخ خدمتی بکنید، شیخ بریم خانه ما. بعضی که روشون نمیشد از دور اشاره میکردن، فلانیه، اون فلانیه، اون فلانیه، اون شیخ سال انصاریه. ما خیلی کوتاهی در حق شما کردیم، خیلی دوستتون داریم، شما سرمایه های ما هستید. من اگه ایستادم الان به شوق شما ایستادم. ما همه نیاز به همدیگی داریم. جهاد 5 تا جهاده: جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. نمیتونی سیدی توزیع بکنی؟ یه جوانی میگه من 10,000 تا سیدی توزیع کردم. نمیتونید؟ پول ندارید تو بازار؟ توزیع بکنید. مسیج خوب بفرستید. میخوای جمله شیرین بهتون بگم؟ پیامبر گفته صلی الله علیه و سلم، حتما این جمله رو به هم بگید: انی احبکم فی الله. من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. انی احبکم فی الله. میدونی جوابش چیه؟ پیامبر گفته وقتی کسی رو دوست داری به خاطر خدا، بهش بگو در گوشش تا بشنوه من تو رو به خاطر خدا دوست دارم. میدونی جوابش چیه؟ احبک الذی احببتنی فیه. اون کسی تو رو دوست بداره که تو به خاطر اون منو دوست داشتی. چه دعای زیباییه، چه جواب زیباییه. سید انی احبک فی الله. عزیز من قبلا هم گفتم، من امشب فکر میکنم که پسرم ضیا رو داماد کردم. ضیاءالدین پردل. هیچ فرقی نمیکنه. نباید سید احساس بکنه که سید عامر میگفت که پدرم 4 سال پیش قبل از اینکه به رحمت خدا بره، به سبب باعث میگفت پسرم میخوام دامادت بکنم، زنگ بزنم به شیخ بیاد. سید راحت بخواب، دعای تو مستجاب شد، منم شرمنده نشدم، راحت بخواب. نیتتون صاف بکنید، خدا بهتون میده، بالاتر از مال و پست و مقام بهتون میده.
نیتتون صاف بکنید. یکی از شما الان دوست داشت که جای قذافی و حسنی مبارک بشه؟ یکی از شما الان دوست داشت؟ نه. دوست داری جای بلال باشی؟ بلال همون سیاه پوست، همون که میگو احد. بلال که هیچی نداشت. اصلا دوست داشتی که اسم شما قارون باشه؟ اصلا شما قارون، فرعون، همه چی داشت. نه. دوست داری ابو هریره بشی؟ ابو هریره از اهل صفه است. آقای بخشایش حفظه الله دیشب تو سخنرانی گفت که در سکوی صفه در مسجد پیامبر 300 تا اهل صفه زندگی میکردن. بعضی موقع پیامبر بهشون به 50 نفر میگفت برید فلانجا مأموریت، میگه اونها ماتم میگرفتن، گریه میکردن، خدایا شاید ما لیاقت نداشتیم که پیامبر به ما 250 نفر بگه که شما برید، شاید ما لیاقت نداشتیم که خدمت بکنیم. گریه میکردن. در یکی از غزوات پیامبر گفت که جوانا، اونایی که سنشون کم سن سالن، صبر کنن بعد بیان به جهاد. یکی از نوجوانا و جوانا پشت صف ایستاده بود. خب همه آدمای بزرگ و جوان و رشید ایستاده بودن. این با سر انگشتاش پا بلندی میکرد که پیامبر بگه تو هم قدت بلنده، تو هم بیا. اینطوری دوست نداریش. 3 تا بچه های کوچک از دیشب تا الان شاید 20 بار به من سلام کردن. از این طرف سلام شیخ، از این طرف سلام شیخ. 20 بار باور کن. تو مجلس آمدن 2 تا دیگه هم با خودش آوردن، چه بغلم نشستن. اینا مجاهدین آینده میشن، باید تحویلشون بگیرید. به بالا افتخار بکنید، به اونجا تکیه بزنید. عزت اونجاست. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الایمان.